آمدم تا کرامت انسانها را پاس بدارم. آمدم تا از حق ملت برای اطلاع از امور کشور دفاع کنم و حامی گردش آزادانه و شفاف اطلاعات برای مردم این ولی نعمت دولت‌ها باشم. آمدم تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم و مدافع آزادی‌های مصرح در قانون اساسی باشم. آمدم تا با دستور کار قرار دادن فرمان 8 ماده‌ای امام رحمت الله علیه آن را از نو چراغی تابنده در مسیر تحقق حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی قرار دهم. آمدم تا وسیله‌ای باشم برای بازگرداندن اقتدار، عزت و هویت ایرانی. آمدم تا راهی و همراهی باشم برای رفتن به سوی ایرانی مستقل، آزاد، آباد، پیشرفته و سربلند. با بانگ صبح از سوی او آن نسیم جان فزای کوی او. گر دل من بیقراری می کند او بهار است و بهاری می کند. شب